اینتر 0 امتیازه در برابر بارسای 3 امتیازه چه خواهد کرد؟ به نام خداوند حکیم، روزی دیگر در خدمت شما هستیم. میلان و بارسلونا، تیم فرزین و اورین. And we're looking forward to bringing you league action today. It's Inter versus Barcelona. Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out, who will affect the game, and who will have the greater desire. از کنار حرکت میکنن، میاد تو نقطه جریمه، یه ضربه بیرون با دروازه‌بان جلوشو میگیره. مارتینز، سیلوا، یه پاسار ساکا میده اوشیمه سانت زیبا برای خود ساکا یه پاس داخله گل برای تیم بارسلونا. گورتسکا Well, back underway here, and that really should shake up Inter a bit, you would think. شومنی سیلوا تو از پاش در میاره. اوشیمن موقع عالی برای بارسلونا. لیاو حرکت میکنه. شوت بعد آره تیم اصلیش همونقدر فرزن دنبال جبران موافقته. آیا میتونه موفق بشه یا نه؟ شومنی، فرناندز میده به خود شومنی، بارلا، شومنی بسای مارتینز، رودریگو، فرناندزو میبینه یه موقع عالی برای تیم اینتر. چی کار میکنن؟ یه ضربه بیرون. سون بازیکن BTS فن، یه بازیکن داره فرناندز، یه سانت بلند روی دروازه و توی دروازه توموری سیوپیس بلند قد change the angle and then put the ball into the box, and it ends up with a fairly simple finish. Certainly not much the goalkeeper can do about that. So a level contest, 1-1. Theo Hernandez. It's with Fabinho. Victor Osimhen. Well-timed tackle. Son. در تکنیکی سون بارسایی که با حسین زخم زد و ببینیم فرزین چی کار میکنه. این بارسا میسته یا نه. آره یه بار از خود فرزین هم تا زخم خوره و نقطه پنالتی نشونه داره. پلانتی مارتینز از دست میدن بازیکن تو اینتر. فرناندز پشت تو ایستاده در مقابل مارتینز، در اوزانی که در جام جهانی بسیار درخشید. بنزما ضربه رو میزنه و میگیره. BTS یه ضربه بلند برای شومنی نمیتونه سر بزنه و خود فرناندز بسیار صحنه خطرناکی بود. اوشیمن بازیکن برای لیاو، پاس اشتباه. ساکا داره حرکت میکنه، اوشیمن رو داره، توموری پاسشو قطع میکنه. لیاو، شومنی یه پاس برای BTS و شماره 7 نفر هفتم BTS هم هست. از 7 اعضا برخوردار BTS و این نفر هفتمه. پاس رو برای کریم، حاجی کریم متجاوز. نوبه حاجی کریم کنترل میکنه، میده به BTS حرکات تکنیکی میزنه، اما عملکرد عالی مارتینز. بازیکن فرناندز، ساکا دو بازیکن جلوی خود داره، میتونه جاشون بذاره یا نه. اولیو جا میذاره، دوم متوقفش میکنه. بارلا
پاسار خود BTS بده به کریم. کریم هم مثل اینکه اونقدری که تو تجاوز خوبه تو بازی خوب نیست. اوشیمن پاسار سیلوا. ساکا رو به جلو حرکت میکنه. ساکا 2 نفر جا گذاشته، 3 نفر، یه پاس رو به عقب، عالیه. اوبلاک Well, you sense it's just a matter of time before Barcelona score here. They're certainly piling on the pressure. They could easily be ahead now. این پوینت اشتباه میکنه. داور کارت زرد به تومار میده. اکه بینیو اوشیمن اونجا یه موقع عالی یک سر توپ بس باش در میاره خود BTS. بارلا توماری خیلی خوب داره دفاع میکنه در این بازی. سون بارلا حاج کریمو داره میده به BTS و حاج کریم چیکار میکنن؟ از دروازه خود اومده بیرون. مارتینز عملکرد عالی اکه. ساکا BTS دریبل زیدانی میده BTS. گارتسکا داره حرکت میکنه، لیاو رو داره، اوشیمن هم داره. چیکار میخواد بکنه؟ یه دریبل ناموفق جوگیر میشه. گارتسکا فکر میکنه رونالدینیوه. شومنی یه پاس عالی. رودریگو ستاره‌های سابق رئال مادرید. ساکا عالی داره عمل میکنه، یه ضربه زیبا، اما اوبلاک به راحتی گل نمیخوره. ارتباط خود رو از دست دادی. فریمپونگ بس رو بغل. اوبلاک نوت اوبلاک. آرنولد در رو میزنه. ساکا چیکار میخواد بکنه؟ بازیوار سیلوا. گارتسکا ضربه از راه دور توپو میگیره. اوبلاک. رودریگو عملکرد خوبی نداشته در این بازی. میتونه موقعیت خوب بسازه برای برد. جلوشو میگیرن. هرناندز، لیاو خدا حاج کریم روش خطا میشه. حاج کریم اذیت نکنید. حرکت تاکتیکی ضربی بیرون پا اما میگیره. نیمه اول به صدا اومد و نیمه اول به پایان رسید. بازی نامشخصیه. فرناندز بازیکن پرتغالی با سالای BTS به عنوان یه BTS فن بسیار خوب بازی میکنه. سون چی کار میکنه؟ خود سون یه ضربه زیبا، اما مارتینز بهترین بازیکن زمین میتونه باشه. مارتینز با پنالتی که گرفت خود حاج کریم ضربه بدی اون زد. مارتینز دروازه‌بان. فرناندز، بارلا، شومنی، خود BTS، یه پاسار فرناندز BTS. فرناندز با سرعت بالایی که داره حرکت میکنه. لیاو اونو نمیبینه، ولی خود هرناندز لیاو داره حرکت میکنه. واسه اشتباه از لیاو، اشتباه پشت اشتباه از هر دو تیم. اوشیمن یه موقعیت عالی حرکت خوب. اوبلاک سیلوا پشت تو 20 به پای چپ یه سانت تقریبا خوب، اما اوبلاک. رودریگو یه موقعیت عالی داره، سرعت خوبی هم داره، اما هرناندز
سریعتر از اونه. اولی فرناندز یه سانت خوب اما نه. اوشیمه سیلوا اوشیمه یک و دو میکنن. حرکت تاکتیکی بارسایی ها. عملکرد خوبی داشته در این حمله تیم بارسلونا. سیلوا موقعیت عالی، یه حرکت تکنیکی دیگه و پاس اشتباهی رو به عقب. موقعیت خوبی میتونه داشته باشه برای ضد حمله اینتر ولی تو از دست داد. اوشیمه سیلوا یه موقعیت خیلی خوب برای بارسلونا. لیو اما باز هم بلاک. یه سانت بسیار زیبایی رودریگو میتونه گل بشه یا نه. یه شوت زیبا اما مارتینز یه سانت خوب از BTS ضربه سر رو میزنه تو موری اما موفق. شومنی دوباره شومنی ضربه سر رو میزنه. مارتینز بالاخره دروازه مارتینز باز میشه. سنگربان نردبان شد. آرنو بریم سراغ فشارهای آوریان که همیشه عقب میفته. فشار میاره و رد کینگ هم گذاشته. لحظه‌های بسیار داشته در انتظار تازه. مربی تیم بارسلونا ادعا داره که میتونه این بازی رو ببره. اما معروفه به کامبک‌های خود. اونطور که در بازی در مقابل خود حسینه تونست کامبک بزنه یا اینجا هم میتونه. مارتینز توپو جمع میکنه. پاسار آرنو. حرکات تاکتیکی بارسلونا. پاسار کوتاه و حرفه‌ای. ساکا اوشیمن حرکت کرده. لیو نمیبینتش. خود سیلوا واو. بازی بسیار پرفشاره. اوشیمن یه حرکت عالی به خطا. به موقعیت بسیار خوب پشت نمید. عالی ترین موقعیت برای تیم بارسلونا میتونه باشه. دیبالا رو میذارم پشت توپ. بهترین موقعیت ممکن. ضربه رو میزنه دیبالا اما نه. دیوار دفاعی بسیار خوب عمل میکنه. هنوز هم وقت است. ساکا فابینیو آرنولد فابینیو یک و دو میکنن. یه پاس اشتباه. سیلوا توپو جمع میکنه اما نه. ضد حمله بسیار عالی برای تیم اینتر. مختار یه پاس عالی. رودریگو توی دروازه. دکل نوردی حسین رو مشاهده میکنه که دکل فرزند داره بالا میره. حسین هیچی خودش نداشته در این بازی ولی از دیگران داشته یه چیزی. همه بر ضد حسین داریم حرف میزنیم. پاولو دیبالا عالی. تیم بارسا بسیار موقعیت داشته. آیا این هم مثل بقیه موقعیت ها خراب میشه؟ یه پاس عالی توی دروازه. بسیار اگه تاکتیکی بود لیزاد برده. شما ناریان ضرب داره تکان بکن. ببینیم چی میشه سرنوشتم. سانت بد. صحنه اشتباه مرتضی اولین بار اشتباه کرد در این بازی. هرناندز برادر اون یکی هرناندز. یه پاس خود اون یکی برادر هرناندز.
اسماعیل فابینیو اسماعیل فابینیو بالا لیاو رو داره، لیاو حرکت میکنه. وقت اولی میتونن کامبک بزنن یا نه؟ اولی عمل میکنه و تیر اگر توی دروازه همین زمان آیان کامبک هم زنده است. فکر نکنم مرده باشه، چون اگه مرده بود اصلا الان سکوت نمیکرد. اتفاقاتی در این بازی داره میفته. گل میزنه این کریم حاج کریم دقیقه 80 کریم سه مصطفی بنزما. اوه چه بازی گویی. صدای خود حسین در اومده دوباره از شدت خوشحالی. بارسا خیلی خستن انگار. آریان و حسین کلا از رقابت در اومدن و رقابت آریان و فرزین دوباره مثل قدیم شروع شده. A big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? BTS 7 میکشه یه پاس اشتباهی رو بردم. نوبت خوب ساکا پاس اشتباه. هنوزم وقت هست برای تیم بارسلونا بتونه این گل زشت رو جبران کنه. رودریگو با تکنیکی این بازیکن برزیلی یاد رونالدینیو رو زنده کرده. ساکا کمدونا سیلوا خود ساکا تورز دیبالا حرکت میکنه. لیاو پاس دست میده. عالی عمل کردن. چه بازی تمام.